سلام جان خوبی؟ سلامتی خوبه؟ почку когда? خون ушта или ма? پرسیدنی اومدن ما همینجا ما به ما اکرم قبل نمیزنم ما گفتیم که روسی را ساز نمیدونن ترجمه‌اش در کاره وزیر زن ماگه شوربوی ما آوردگه باز شوربوی ما میتن نقض میشه انشالله همش خواستم اما اساسا میگه پارت اف تست همه دکتر تمرین ماشه پارت چیزی خلق نخو با خیره همون میسازیم متوده canım maçtaydı, canım çaklı. İpiyon soruşuydu ama ura telaka usuş bu. Kim ara faydaka canım ura kanta berakam, canım o vardım peşinden ki o vardım hiç. Fakat nigah kad bağım çeli udana düşman var nigah kanga. Kuma tramek şuman. Ayın barum var, dam bari sarmiyatıydı. نتیجه که خونه ما سرما قبل اینکه بزد در سرم بخیستن بعد بخیستن میگه در همین طرف پیشونی میدازد و قبل گفتیم که تیلگه شافی که همینجور در دایره و کار شد بیشتره چکان گرفتم عدیز شد سینی بیرونی مترو برومان که مرا قبل نمیلی سوجه خیلی که من زاگیم که بعدم اون دکاوی میگم که این زاگی نیست ایرا زدن اوجه گریخت داد برافت اما بیشتر تعدیش گرفت وزی خطونه چه خیلی حس میکنی؟ میشم گرمش نیسته من چشم درد کشته این چیم تا چی گفتم؟ نه گفتم نازم میشه نازم میشه انشالله بازی بوی کدش نمیتونی یا چیم تا؟ ایران نه ایشان تیرزدگی یه چکنی سوزیش دارم وزیران نه فقط من چشم درد کشته من فکرم چشم اپریسه هم سر هم شما ایسر گرفتن هم چیزا تیرو را؟ ایسر گرفتن هم بردش میدن حال بیمار خوب شده است فقط همو باهوش اومد صحبت کرد حال حاضر جیانی همه بیمار حکیموف محمد جان پرسش شد دین شب ما تا ساعت 2-3 شب در پلیس بودیم اول پلیس ها پرسش کردن بعد او زبان خط گرفتن از سخن حکیموف محمد جان بعد او با همی زبان از سلیسوین کمیته همی فدراسیون روسیه آمدن نماینده ها اونا صحبت کردن محمد جان جیان سلیمان حمله کننده را شناخت سریاف یک شاهد دیگر دختر رسوای هم شناخت از روی رسم و بعدی که سریاف را آوردند با زنده او را دیدن شناختند از جیان سلیمان از اول پرسش های اونها بعدی که اول از زبان محمد جان گفت با زبان تاجیکی من به روسی ترجمه کردم اونا نوشتن گفتن که امضا گذارید من گفتم بیا یک بار میبینم بعدی که من نگاه کردم با زبان روسی اون چیزی که اونا نگارش میدین باز همین تکرار هم شود همین میخواهند که همین چیزا یک چیز عادی نشان بدهند میخواهند که روپوش کنند میخواهند سبب اساسی همین مناقشه را نشان بدهند ندانستن زبان روسی گویا که محمد جان زبان روسی را نمیدونست همین ندانستن زبان روسی سبب همین مناقشه شد که در اصل زبان روسی یگان سبب دیگر اینا عموما وجود نداشتند سبب مناقشه هم نبود حال حاضر یگان ادوکات نگرفتیم بعد این مسئله را میبینیم ما انشالله این کار را تا آخر میبریم ما نشون میدهیم که این یکی از محصول پروپاگاندای دروغین اخبار عامه روسیه است پروپاگاندای ملتگرایانه است که این میوه های خود را داده است ما همین را تا آخر میبریم همین را نشان میدهیم که بعد همین جنایت هم همینا میخوان همین را روپوش کنند به هر نوع باز با یک اخبار دروغین پخش کنند